تو هیچ آموزشگاهی بهت شاسی کشی یاد نمیدن. ایدیا رو تو 10 روز بهت یاد میدن ولی شاسی کشی رو نه. 2 تا نکته اساسی راجع به شاسی کشی رو امروز میخوام بهت بگم. ضربه از جلو خورده به شاسی، درز گلگیر جمع شده و بعضی اوقات فشار زیاده، سقف هم چروک برداشته. این فقط مربوط به سرکمک میشه. وقتی سرکمک جابجا میشه این اتفاق میفته و باید حتما از سرکمک کشیده بشه. النوت حالا جای بستن نداره، ما از جای دست موتور سرکمک رو میکشیم. نکته بعدی، ضربه از جلو خورده و این درز یه تیکه جمع شده و این مربوط به وسط شاسیه، یعنی به خود شاسی مربوط میشه و از اینجا باید شاسی کشیده بشه تا این درز کامل باز بشه. نکته سوم، باز ضربه از جلوی شاسی خورده و این چرخ جابجا شده آمده عقب و درز گلگیر جمع شده و این مربوط به پایین شاسی میشه و از پایین شاسی باید کشیده بشه. و در ادامه اگر دوست داری که بحث شاسی کشی رو ما ادامه بدیم و کلیپ های بیشتری بگیریم، این کلیپ رو سیو کن، لایک کن، بفرست واسه دوستات تا ما انرژی بگیریم.